سلام ارشد دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. ما دو تا مثال آوردیم از حرکت با سرعت ثابت. خب ما مثالای بسیار زیادی با حرکت شتاب ثابت رفتیم، فری فال رفتیم، پروژکتایل موشن رفتیم و یه تسلط نسبی حداقل میشه گفت تا حد بالایی اگر تمام سوالات حل شده رو پاس زده باشید، خودتون یه دور حل کرده باشید، بعد از اینکه من حل کردم مجدد سعی کنید خودتون حل بکنید، یه تسلط تقریبا خوبی میتونم اطمینان بدم بهتون که دارید، یعنی تا 70-80% سوالات رو میتونید پاسخ بدید. اما سرعت ثابت فقط تو یه سری مسائل حلش کردیم که قاطی بود با شتاب ثابت و یه تیکه حرکتمون شتاب ثابت بود، یه تیکه دیگه حرکتمون سرعت ثابت بود. الان دو تا سوالی آوردیم که یکیش خب از آزمون خودمونه، آزمون آیمت کرکر، و دومی هم از پس پیپر است، یعنی از امتحان خود آیمت اومده و دونه دونه میخونیم. یکی از بچه ها پرسیده بود، از فرق بین این دوتا پرسیده بود، اینکه چرا برای یکی ما برایند سرعت میگیریم برای دیگری نمیگیریم و میخوایم کلا دو تا سوال رو جواب بدیم، تواتش رو در بیاریم ببینیم سوال به ما چی میگه. سوال شماره 3 به ما گفته که یک قایق در حال عبور از رودخونه‌ای بوده به عرض 500 متر. پس برای خودمون میکشیم یه رودخونه با عرض 500 متر داشته جابجا میشده این قایق ما و نسبت به آب با سرعت 8 متر بر ثانیه حرکت میکرده. 8 متر بر ثانیه این خدمتتون عرض کنم قایق ما داشته حرکت میکرده. من فرض میکنم قایقم اینجاه و داره با سرعت 8 متر بر ثانیه حرکت میکنه. به ما سرعت جریان رودخونه رو هم داده که برابر با 6 متر بر ثانیه بوده که حالا میتونه رودخونهمون به این سمت باشه 6 متر بر ثانیه یا میتونه به این سمت باشه. فرقی اصلا تو محاسبات ما نداره، فقط تو شکل کشیدن ما فرق داره. و ادامه سوال گفته قایق به طور مستقیم عمود بر ساحل حرکت میکنه، عمود بر ساحل، اما به دلیل جریان آب به پایین دست رونده میشه، داون استریم میره. یعنی چی؟ یعنی خب ما الان باید فرض کنیم متحرکمون که این قایق بوده داره به سمت، خدمتتون عرض بکنم که عمود بر ساحل، که اگر این ساحل باشه این ور ساحله، این یکی این ور ساحله، به سمت روبرو و عمود بر ساحل داره حرکت میکنه، اما حرکتش به صورتی نیست که اگر اینجا شروع کرد اینجا تمام بکنه. به خاطر جریان آبی که به این سمت میاد، اگه این سمت رو پایین دست بگیریم، اگر جریان آب به سمت چپ بیاد، خب یه مقدار آبی که میزنه باعث میشه که از محور خودش جابجا بشه. یعنی اگر اینجا شروع کرده حرکتش رو، دیگه اینجا تموم نکنه، یه مقدار بیاد به سمت چپتر، مثلا اینجا مسیرش رو تموم بکنه. بنابراین متحرک من از اینجا شروع کرد و اومد اینجا، به جای اینکه اینجا بیاد، خب مسیر حرکت من به این صورت میشه. سوال از من چی خواسته؟ سوال از من خواسته مدت زمان کل حرکت قایق تا رسیدن به ساحل مقابل چقدر است. گفته تا رسیدن به ساحل مقابل چقدر است، نگفته به این داون استریم چقدر است، گفته تا ساحل مقابل، تا خدمتتون عرض بکنم نقطه مقابل چقدره. اوکی، حالا ما باید چی کار بکنیم؟ ما میگیم که 8 متر بر ثانیه به سمت پایین می اومده، 6 متر بر ثانیه هم به سمت چپ می رفته اگر این سمت رو پایین دست حساب بکنیم. و نکته بعدی که سوال از ما خواسته، گفته چقدر اومده به سمت پایین دست قبل از اینکه برسه به سمت مقابل. یعنی شما باید این تیکه‌ای که ما انتظار داشتیم اینجا برسه اما به خاطر جریان آب اینجا رسیده، این دلتا ایکس رو به دست بیارید. خب از اولین تیکه‌ای که سوال از ما پرسیده شروع میکنیم حل کردن و ادامه میدیم. تیکه اول به من گفته بود برای اینکه قایق به سمت مقابل ساحل برسه، دقیقاً اگر اینجا شروع کرده اینجا تموم بکنه، منظورش این نیستا، منظورش این دوتا چیزی که با قرمز نشون دادم، به سمت مقابل ساحل برسه. دقت کنید به کلمه ها. برای اینکه به سمت مقابل ساحل برسه چند ثانیه باید طی کنه؟ توتال تایم ما چقدره؟ خب خیلی عالی، حرکت با سرعت ثابته. دلتا ایکس ما تقسیم بر دلتا تی ما برابر خواهد بود با وی ما.
وی من برای حرکتم در این راستا چقدر بود؟ 8 متر بر ثانیه. دلتا ایکس هم رو دارم، بله دارم، 500 متره. از این ور ساحل بخواد بیاد این ور، تقسیم بر تی، بنابراین تی برابر خواهد بود با 500 هشتم یا 250 چهارم یا 125 دوم که حالا تقسیمش کنیم برابر خواهد بود یه 120 تقسیم بر 2 یه 5 تقسیم بر 2. 120 تقسیم بر 2 60، 5 تقسیم بر 2 2 نیم، 62 نیم ثانیه. این شد تیکه اولی که سوال از ما خواسته. برای دومین تیکه از ما چی خواسته؟ گفته چند متر میره عقب‌تر به پایین دست دریفت میشه قبل از اینکه برسه به سمت مقابل. پس این تیکه دلتا ایکس رو از من میخواد. این تیکه‌ای که دقیقاً نقطه جایی که باید میرسیدیم و جایی که رسیدیم رو به هم دیگه وصل میکنه. خیلی ساده است، مجدد هیچ ایرادی نداره. من جابجایی من به این سمت، سرعت به این سمت که برای ریورم باشه دارم 6 متر بر ثانیه. چند ثانیه حرکت کرده؟ خب قطعا زمانی که به سمت پایین خدمتتون عرض بکنم حرکت کرده و ما حساب کردیم از اینجا تا اینجا بره، با زمانی که از این نقطه بره به این نقطه خب برابره. چرا؟ اگر یادتون باشه داخل حرکت پرتابی هم من بهتون گفتم داخل حرکت پرتابی ما تی ورتیکالمون برابر بود با تی هوریزونتالمون. چرا؟ چون اصلا تو یک حرکت بودیم، داشتیم ما یک جا حرکت میکردیم. اینجا هم همینه. در اصل من حرکتی که به این صورت بود رو به 2 تا بردار عمودی و افقی تقسیم کردم، بنابراین تی عمودی من اینجا با تی افقی من برابره. پس سرعتم رو که دارم 6 متر بر ثانیه، اگر ضرب در دلتا تی من که 62 نیم بود که برای اینکه راحت تر باشم می نویسم 125 دوم بکنم، باید متری که دلتا ایکس من دریفت شده به سمت پایین دست حساب بکنم. خب 6 با 2 خط میخوره میشه 3 ضرب در 125 هم میشه 375. بنابراین ثانیه همون 62 نیم و خدمتتون عرض کنم دلتا ایکسی که دریفت شده بود این تیکه برابر خواهد بود با 375 متر. به واژه ها دقت کنید. اینجا به شما نگفته که اگر اونجایی که میخواید سوال پرسیده بود یکی از بچه ها گفته بود چرا اینجا مثلا 10 متر بر ثانیه که برآیند هست رو در نظر نمیگیرم. دلیلش اینه که برای شما نمیخواد زمانی رو به دست بیارید که از اینجا بیایید اینجا. سوال به شما گفته زمانی که قایق برسه به سمت مقابل، اگر از اینجا شروع کرده برسه به سمت مقابل، شما باید این سرعت رو بذارید که 8 متر بر ثانیه بود و اینجا هم که قسمت دریفت شدنش رو میخواست باید سرعت 6 متر بر ثانیه رو براش بذارید. اگر سوال از شما میپرسید که متحرک از جایی که حرکت کرده به جایی که در پایین دست رسیده در چند ثانیه طی می‌کند، بله کاملا درسته. شما باید اینجا 10 متر بر ثانیه در نظر می‌گرفتی و بعد حتما هم باید دلتا ایکس این تیکه رو داشتی که میتونستی به دست بیاری. یعنی یه دور باید دلتا ایکس اینجا که 500 بود رو داشتی و یه دور دلتا ایکس این تیکه که حالا الان به دست آوردیم 375 رو به دست می آوردی، فیثاغورس میزدی اینجا دلتا ایکس رو به دست می آوردی و در نهایت ضرب در سرعت 10 متر بر ثانیه می‌کردی. این میشد یک راه. یک راه دیگه چی میشد؟ تی ورتیکال رو به دست آوردی، تی هوریزونتال هم به دست آوردی. خب تی ورتیکال و تی هوریزونتال جفتشون یکی هستن و برابر با توتال تایم هستن. سرعت رو ضرب در تی ورتیکال یا تی هوریزونتال که هیچ فرقی ندارن با هم دیگه می‌کردی و جوابت به دست می اومد. یعنی تو میتونستی یه دونه این تیکه رو برای به دست آوردن دلتا ایکس یا میتونستی از این تیکه و این تیکه‌ای که به دست آوردی فیثاغورس بگیری یا از این تی ورتیکال مساوی تی هوریزونتال به دست بیاری. سختش نکنم الکی. سوال اگر گفته بود به شما که از این جایی که حرکت کرده بیا دقیقاً جایی که ایستاده دریفت شده، شما باید سرعت 10 متر بر ثانیه می‌داشتید. اما سوال از شما فقط خیلی چیز ساده‌تری رو خواسته. فقط خواسته که به سمت مقابل ساحل برسه و شما باید همین رو حساب کنید. چیز دیگه ای رو نباید حساب بکنید. اگر نیاز داشتید که این مجهول رو به دست بیارید که از کجا حرکت کرده و به کجا رسیده، اوکی 10 متر بر ثانیه رو می‌ذاری. اما الان که به شما گفته رو به رو دقیقاً باید باشه 8 متر بر ثانیه
باید جایگذاری بشه و جوابش رو به دست بیارید. حالا بریم سراغ سوال بعدی. سوال بعدی به من چی گفته؟ بذارید اینجا رو پاک کنم یه مقدار که جا داشته باشیم توضیحات سوال بعد رو هم بریم. خیلی هم عالی. مجدد سوال قایق و رودخونه و اینا رو داریم. دقیقا من اون سوال بالا رو از روی این سوال طراحی کردم و سعی کردم که شبیهش باشه، یه مقدار سوالی باشه که نزدیک آیمت باشه. گفته یه قایق از رودخونه ای عبور میکنه و این رودخونه هم کنارهاش مستقیم و موازی هستن، یعنی مثل همون دوباره چیزی که بهتون گفتم. فرض کنید این وسط خدمتتون عرض بکنم که رودخونه ما هست و آب تو این آب ساکن قایق ما حد اکثر سرعتش 4 متر بر ثانیه است. یعنی اگر هیچ موجی نداشته باشیم، سرعتی نداشته باشه این دریای ما، رودخونه ما، سرعت قایق من 4 متر بر ثانیه است. می نویسم همون چیزی که قبلا داشتم و با حد اکثر توان حرکت میکنه. قایق به نقطه درست روبروی نقطه شروع خودش نشانه گیری شده. دقت کنید، یعنی اگر اینجا حرکت کرده باشه نشانه گیری شده که در انتهای مسیرش به روبروش برسه، دقیقاً روبروش برسه. اما چه اتفاقی میفته؟ ما اینجا یه متغیر دیگه هم داریم. این در حالتی بود که آب ما ساکن باشه، گفته بود در آب ساکن، اما الان خود رودخونه ما هم یه جریانی داره. جریانش چقدر؟ 3 متر بر ثانیه سرعت داره و موازی با کناره های خدمتتون عرض بکنم رودخونه است. از من چی خواسته؟ سرعت قایق از دید یک نفر ثابت روی ساحل. یعنی فرض کنید که یه نفر اینجا ایستاده و میخواد بگه که سرعت قایق چقدره به طور کلی، دور ایستاده، دور از مجموعه ایستاده. خب و موضوع بعدی چی خواسته؟ گفته که زاویه حرکت قایق بر حسب اندازه‌گیری از یک خط که با ساحل چیه؟ زاویه 90 درجه داره. با زاویه با ساحل زاویه 90 درجه داشته باشه یعنی چی؟ یعنی اگه این ساحل من باشه منظورش این خطه. بریم بکشیم برای خودمون. خب اوکی، قرار بوده از این نقطه برسه به این نقطه، ولی به دلیل خب همون چیزی که داشتیم، همون جریان رودخونه‌ای که داشتیم، به سمت چپ هم یه مقدار کشیده میشه. یعنی اینم میشه 3 متر بر ثانیه. اینجا دیگه به شما میگه چی رو به دست بیار؟ سرعت خود قایق رو برای من به دست بیار. ما سرعت خود قایق رو میخوایم و باید چی رو به دست بیاریم؟ برایندی که 3 و 4 دارن که همواره برابر 5 متر بر ثانیه است. بنابراین دوتا گزینه 7 و گزینه B و C خط میخوره که گفتن 7. حالا نکته دوم به من چی گفته؟ گفته زاویه بین این وی که داریم، وی برایندی که داریم که اینجا هست، از خطی که قائم رسم شده باشه بر چی؟ بر خدمتتون عرض بکنم ساحل. مثل این خطی که الان کشیدم براتون، بذارید به یه رنگ دیگه بکشم. مثل این خط که قائم 90 درجه شده باشه بر ساحلمون، یا این خط که 90 درجه عمود شده باشه. گفته این رو برای من به دست بیار. خب اینجا اگه حساب کنید زاویه بین این خط و اینجا میشه این تتا. اینجا هم اگه این خط رو در نظر بگیرید باز هم میشه این تتا. عذرخواهی میکنم، میشه این تتا که فرقی با هم دیگه ندارن. اینو من پاک کنم، اشتباها نوشته شد. این زاویه، ببخشید، اوکی، این زاویه را اگه مثلا به شما داد آلفا، این زاویه بین خود ساحل و عمود و برایند ماست. اما الان سوال از ما چی میخواد؟ زاویه عمود بر ساحل که این باشه و برایند ما. اوکی، این تتا رو میخواد یا این تتا، فرقی نداره، جفتشون یکی هن. اینم عمود کشیدم دیگه، 2 تا عمود کشیدم که قشنگ ببینید. خب تتا من برابر چیه؟ از من گزینه ها رو چی خواسته به من؟ توش کوسینوس داده به من. حالا من سعی میکنم با کوسینوس بنویسمش. چجوری؟ به این صورت. اگر این تتای خودم در نظر بگیرم، کوسینوس تتا برابر چه خواهد بود؟ برابر ضلع مجاور
به ضلع وتر. ضلع مجاور من چند بود؟ سرعت حالا اینجا 4 متر بر ثانیه است. ضلع مقابل ضلع وتر من چقدره؟ خب به دست آوردم 5 متر بر ثانیه است. 4 متر بر ثانیه تقسیم بر 5 متر بر ثانیه برابر خواهد بود، اینم کوسینوسش، برابر خواهد بود با 8 دهم. بنابراین کوسینوس تتا من شد 8 دهم یا 4/5. تو کدوم گزینه داریم؟ دقیقا تو گزینه 1 داریم ما. در گزینه A به ما گفته کوسینوس زاویه، اینم آرک کوسینوسه که به این صورت نشون داده، کوسینوس -1 آرک کوسینوسه. حالا مهم نیست اون موضوع اصلا، شما فقط بدونید که کوسینوس تتا برابر خواهد بود با 4/5. باید در گزینه‌ها دنبال 4/5 باشیم. این 3/5 که نیست، اینم 3/4 که نیست. بنابراین گزینه 1 خواهد بود. اگر بخوام یه سامری بدم خدمتتون که این دوتا فرقش رو متوجه بشید، سوال 1 از ما خواسته بود که اگر از اینجا حرکت کردم به اینجا رسیدم تایم من چقدره، و اینجا شما نمیتونید سرعت برآیند بذارید، باید حتما 8 متر بر ثانیه‌ای که سرعت قایق بود بذارید. اما اینجا سوال از شما پرسیده سرعت قایق رو به من بده از نظر کسی که بیرون این مجموعه ایستاده. بنابراین باید شما برآیندش رو به دست بیارید که برآیندش برابر 5 خواهد بود. و برای تیکه دوم سوالم از شما چی خواسته؟ از شما خواسته زاویه بین این برآیند 5 که رسم کردیم به علاوه یه خط 90 درجه عمود بر ساحل رو به دست بیار، که حالا اگر برآیند رو این بگیریم خط 90 درجه عمود بر ساحل میشه تتا، و تتامون هم فرقی نداره از کدوم طرف به دست بیاریم، یعنی حتی اگر از این طرف هم شما بخواید تتا رو به دست بیارید، کوسینوس تتا برابر خواهد بود با ضلع مجاور به وتر. ضلع مجاور مجددا باز 4، ضلع وترمون هم که 5 بود، بازم جواب ما 4/5 خواهد بود. و این دو تا سوال خیلی خوب از مبحث سرعت ثابت بود. سوال اول هم حتما باید حواستون باشه که اگر یک دور شما به دست آوردید تایم تیکه‌ای که دارید ورتیکال میرید، دارید قرار بوده قایقتون مستقیما بیاد پایین، این برابر خواهد بود با تایمی که دریفت میشه به سمت چپ، چون کلا یه مجموعه است. یعنی سرعت ما به این صورته که ما خودمون به خاطر اینکه دوتا مؤلفه افقی عمودی به ما داده برای همین تجزیهش کردیم. وگرنه اگر از شما میپرسید که قایق من از جایی که حرکت کرده به جایی که رسیده سرعتش رو به دست بیار، شما باید دقیقا مثل همینجا برآیند 6 و 8 رو میگرفتید و میگفتید که سرعت قایق برابر 10 خواهد بود. اما از اینجا از شما چی رو خواسته؟ گفته تایمی رو به دست بیار که به سمت رو به رو برسه، و خب این متفاوته با اون چیزی که شما گفتید. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. اگر باز هم سوالی بود متوجه نشدید حتما بپرسید از من، و ادامه تدریس دینامیکمون رو ایشالا از چند روز دیگه خواهیم داشت و تدریس های دینامیک براتون آپلود میشه. به سرعت سعی میکنیم جلو بریم. واقعا هیچ نکته ای جا نیافتاده تا الان، سعی کردم تمامی نکات رو براتون بذارم، یعنی دور 0 تا 100 باشه. یه مقدار از برنامه ریزی که کرده بودیم که سریعتر پیش بریم یه مقدار عقبیم، اما چون کیفیت کار واقعا داره بالا پیش میره و من خودم از این کیفیت راضیم، اگر با کلاس پیش بیاید همینجوری که من دارم آپلود میکنم ویدیوها رو، تک تک ویدیوها رو میبینید، میایید جلو تمرینایی که براتون گذاشتم حل میکنید و تسلط رو پیدا میکنید، نگران نباشید. بنابراین حتما تمام ویدیوها رو سعی کنید کامل با نکاتی که عنوان میشه. اگر نکته تستی هست، نکته محاسباتی هست، مثلا اینجا یه نکته محاسباتی گفته میشه که چجوری 125 رو تقسیم بر 2 کنید سریعتر ذهنی و رو کاغذ ننویسید، اینا رو بهش توجه کنید. مثلا اینجا 125 چجوری باید تقسیم بر 2 کنیم، یه دور 120 رو تقسیم بر 2 کنیم، یه دور 5 رو تقسیم بر 2 کنیم و این دوتا رو با هم دیگه جمع کنیم، یعنی 125 رو بنویسیم 120 به علاوه 5 و تک تک تقسیم بکنیم. خب اینا چیزاییه که یه مقدار همه جایی گفته نمیشه و اگه از اینجا استفاده کنید و سعی کنید این نکات رو تو محاسباتتون به کار ببرید خیلی عالی میشه. و حتما حواستون باشه بعد از اینکه سوال رو من حل کردم تمام توضیحات من رو پاک کنید، هر چیزی که شنیدید رو از ذهن ببرید و سعی کنید خودتون از اول حلش بکنید. از اول سعی کنید تمام تست‌ها رو حل بکنید و تا زمانی که تمام تست‌های جزوه رو نتونستید حل کنید نرید سراغ جزوه بعد